نهالشانی و سرسبزی زمین از ارزش‌های مهم در فرهنگ اسلامی شمرده می شود. اکنون در همین راستا کمپاین نهالشانی در غزنی آغاز گردید. این کمپاین از سوی ریاست حفاظت از محیط زیست، پهنتون غزنی، شاروالی، ریاست زراعت و ادارات مربوطه در محوطه پهنتون غزنی راه اندازی شده بود. مسئولان میگویند که در جریان این برنامه بیش از 1.2 میلیون نهال مثمر و غیر مثمر در نقاط مختلف این ولایت غرس خواهد شد. آنان می‌افزایند که با اجرای این برنامه ساحات سبز در غزنی بیشتر گسترش یافته و در بهبود کیفیت هوا نیز نقش مهم خواهد داشت. غزنی ولایت کې الحمدلله نن د نور افغانستان په شان باندې دغه د نیالګیو د افتتاح چې کوم مراسم شروع دي، نو الحمدلله باید مونږ تاسې ټول په دې باندې فخر وکړو چې دا د افغانستان د آبادۍ او خاص کر د غزنی ولایت د سبز ګرځېدلو دپاره یو زبردست محنت او دلته په غزنی ولایت کې د نیالګیو ایښودو افتتاح کیږي. سږ کال غزنی ولایت کې 12,15,000 نهال د مختلفو اداراتو لخوا لکه چاپیریال ساتنې ریاست، شاروالی محترم ریاست، زراعت ریاست، موسسات او قریه‌دارانو لخوا کرل کیږي. در همین حال جوانان داوطلب این کمپاین نیز این اقدام را مهم دانسته و از مردم می‌خواهند که در نگهداری و مراقبت از نهال‌ها توجه جدی داشته باشند. چون جامعه‌ای که سرسبز است، جامعه‌ای که مثلا تازه است، آباد است و جامعه‌ای گفته میشه که آنها محیطشان سرسبز است، جامعه صحتمند و جامعه‌ای گفته میشه که محیطشان آباد است، محیطشان سرسبز است، شاداب است. ما با این جامعه میتوانیم بگوییم که جامعه سرسبز. به گفته مسئولان در سال گذشته ولایت غزنی با غرس 1.7 میلیون نهال در جمع ولایت‌های درجه اول در سطح کشور قرار گرفته بود و آنان تلاش دارند امسال نیز این جایگاه را حفظ کنند.